نمیدونم تا حالا داغ دیدین یا نه. داغ بچه یه چیز دیگه است. داغ اولاد تا مغز استخونتون رو میسوزونه. اولین بار تو سینمای مولن روژ دیدمش. همین سینمای بغل. رفته بودم عشق عجیب مارتا ایوروس رو ببینم. آخه من عاشق باربارا استانویکم. اون بازی میکرد. فیلمشو دوست نداشتم. اما استانویک عین همیشه معرکه بود. خلاصه اونجا دیدمش. محجوب و لاغر. چشاش برق داشت. عین گربه تو تاریکی چشاشو میدیدی. اصلا همین برق چشاش بود که دومین بار سر کلماتاین عزیزم بود. نیم ساعت تکون نخورد. گفتم شاید خوابه. آروم آروم از بغل سرمو بردم جلو ببینم نکنه اشتباه کرده باشم. برق نگاشو دیدم. همون بود. فقط زل و خیره داشت فیلم میدید. دیگه هیچ کسو ندیده بودم اینطوری فیلم ببینه. بعدش هیچی از فیلم نفهمیدم. یعنی اون دفعه نفهمیدم. دفعه بعد روز شنبه تو مراسم محله دیدمش. سلام. سلام. میگم سینما یه فیلم جدید گذاشته که کاترین هیپبورن و اسپنسر تریسی بازی میکنن. میخواین که با هم ببینید؟ حق داشتم پا پیش بذارم. اونم با اون همه مردی که دور و برم بود. دره علف فیلم خوبی نبود. کند و کشدار. ولی بهترین باری بود که سینما رفته بودم. خیلی راحت آتیش میگیره. صاحبش به فکرش هست؟ من صاحبش نیستم. میدونم اینجا مسلمون نشین عیونیه. جای شما نیست. ببخشید شما؟ من یوسف شاه بودم. 2 روز پیش اومده بودیم هتل که آقای شلیمان رو ببینیم. من از طرف ایشون اومدم. ولی من ایشون رو ندیدم، یعنی نبودن که ببینمشون. بود، گوشی اتاق نشسته بود با ریش لباس سر تا سر مشکی و کلا. ولی خیلی ساکت بود نه؟ نباید باشه اونم جلوی غریبه. مگه ایشون ترتیب سفر ما رو نمیدن؟ چرا؟ اگه شرایطش داشته باشین چرا که نه؟ خب شما هم بعد قلم نمیزنید، البته نسبت به سنتون. اینجا مرقوم فرمودیم الیوم تاج سیوم برای سرای کوچیک ساخته شده و انگشتر حضرت سلیمان برازنده انگشتان ما نمیباشه. انگشتان دستان ما تواناترند و افعال قابلتر. زمانی که میتوان با سخن سپاه گرد کرد بین ایزه و تیغ و سنان و پیروز شد، کشتار در خیابانها و رنگ خون را نمیفهمم. ما با صداقتمان در آسمان سرای کوچک طوفان به پا خواهیم شد و در جانشان لرزه خواهیم افکند تا بدانند ایرانیان به هر دین و آیینی که باشند خاک خود را رها نکرده و موعودشان را در همین بلاد میجویند که این حکم شریعت نیز
هست. این ناصری البته فکر نکنی چیز مهمی بشه. نه صحبت سر انشاشه که خوبه خدا رو شکر. اینا کنایه است. اگه دوستش نداریم بندازینش دور. چیو؟ اینو؟ نه به درد میخوره. آخه آقای شادیمان عاشق کبابای چرب ایرانیه. کثیف کاری توی هتل یعنی آماده شده مضاعف خدمه اونجا که همچین با حساب ایشون نمیخونه. اینه که کباب و ریحونشون همچین رو صفحات مرد امروز صرف میکنن. بله. نمیشه با خودشون حرف زد؟ اگه میشد پس من اینجا دارم چیکار میکنم؟ خب پس برای چی اینجایین؟ زبون شما زبون گفتگو نیست. زبون اسلحه است. دست کم این فقره تو کوچه و خیابونا این روزا بیشتر حرف میزنه. فکر میکنی چقدر زحمت داری دو تا گوله تو مغزت چپونده بشه؟ این احترام به قلمته که من تا اینجا اومدم. بله البته تا وقتی که کباب و ریحون سفارشیتون برسه. بله البته تا اون وقت. فکر میکنم حالا شما دارین تهدید میکنین. تهدید؟ چکوندن ماشه، سوزوندن اینجا، اسم اینا چیه؟ دعوت به واقع بینی. اینکه شما نمیتونین در آینده یهود نقشی رو ایفا کنین دلیل نمیشه که دشمنی کنین. من نمیخوام هیچ خونی ریخته بشه. مهم نیست این خونه کیه، مسلمونه یا یهودی. دنیا داره کجا میره؟ این همه آدم مردن تو این سالهایی که گذشت. جمعیت دنیا نصف شده. بس نیست؟ براوو! در کلام شما اصلا من یک قدرتی دیدم که شایسته پادشاهی یهود هستم. براوو براوو. منو مسخره نکنید آقای شاور. فکر میکنین ایرانی‌ها که میبینن سر چهارراه‌ها یهودیای بارونی پوش جلوی مردمو میگیرن و خشاب گلوله تو تنشون خالی میکنن، هیچ نفرتی تو قلبشون ریشه نمیدونه؟ فکر میکنین به همین راحتی فراموش میکنن وقتی میبینن شهربانی حقشون رو نمیگیره یا نمیتونه بگیره تا کی ساکت میمونن؟ 2 روز پیش یه زن و 2 مرد و یه بچه تو همین چهارراه کنار سینما سوراخ شدن. حتی اسب درشکه هم نجات پیدا نکرد. مهم نیست که تیرانداز آدمای شلیمان بودن یا نه. مهم اینه که خیلی‌ها فکر میکنن بودن. حالا شما به من بگین تا کی میشه از انتقام مردم در امان بود؟ گوش دادن به این نجاری پنجشایی نویس به نفعتون نیست؟ گوش درزاش. تو یهودی خوبی نیستی. تعصب نداری. یه نگاه به مملکتت بکن. شیر تو شیره. الان هم دست ماست. دست کی؟ یهودی ها. فقط فندکمونه که دست شماست. تو بگو تهران. مگه تهران همه چیو تعیین نمیکنه؟ میخوای پرونده بدنامی برات درست کنم؟ خیلی ها میتونن تایید کنن حرومزاده جوون. سبون حرفم تمام نشد. مادرت وقتی بچه بودی چند تا محله عوض کرد که از حرف مردم فرار کنه؟ تو حرفم تمام نشده. بعضی فکر کنن شاید چند تا خانواده یهودی رو فروختیم به فاشیستا. بازارش داغ بوده نه؟ مادرت حساب فرنگی داره. خودت امین محمد مسعودی. راه از ظرف صبح تا غروب میشه یه پرونده سر تا غلط که وقتش سوزونده بشه. پس آدم باش و زندگی تو بکن. به فکر مادرت باش. من شنیدم خیلی هنوز دوست دارن توی محله مادرت دوباره بدنام بشه. لازم روزنامه و مطبوعه و جریده جای الکی خوشا و ازگلاست. تو که دستت هنر داره یا بیرون از مرد امروز. اگه مرد امروزی گفتی دریای علف ها؟ آره اینجا محله با صفاییه. با محلهای دیگه فرق داره. چه فرقی؟ نمیدونم یه جورایی هیونیه؟ عیونی؟ نمیدونم شاید ولی خوبه نزدیک سینمایی. راستی آخرین فیلمی که دیدی چی بود؟ موسیو وردو. چارلی؟ وای نه من اصلا دوست نداشتم. دوست ندارم ببینم چارلی چاپلین حرف میزنه. اونم تو نقش یه قاتل. زندگی خیلی تلخه مخصوصا این روزا، اما با این حال به نظر من زیباست. فیلم‌های تلخی هم مثل موسیو وردو میتونه یادمون بیاره که چه چیزای قشنگی رو ممکنه دست بدیم. این زبون روزنامه نگاریته. من زبون نجاریتو تو بیشتر دوست دارم.
میدونستی تو هم خیلی زیبایی. ببخشید یه جوری شد دست و پا گم کرد. مطمئنم خیلی هم قبلا اینو بهت گفتم. اهل کنایه نبودی؟ کنایه نزدم. درباره من چی شنیدی؟ از کی؟ چه میدونم؟ هیچی. باور کنم؟ چرا که نه؟ یعنی یه خبرچی و روزنامه نویس هیچ سوالی ازش که نپرسیده ببینه مریم مرز که بهش لبخند میزنه کیه؟ یا هیچ کس نیومده درباره من چیزی بهت بگه؟ راست میگی. زندگی خیلی تلخ و فقط سینما شیرینش میکنه. البته این روزا تو. ولی من درباره تو پرسیدم. میگن آرومی و بیازاری. راست میگن؟ بهت میاد که راست بگن. دیگه چیا گفتن؟ آخه خوب نیست. بگم. درباره مادرمه؟ ناراحت نشو. از این حرفا درباره منم زیاد میزنن. مردمن دیگه. تو خود پدرتون میشه تمامش کنیم؟ آره. حتما. یه چیزایی دیگه هم میگفتن. اینکه تو کف بینی و این چیزا بلدی درسته؟ آره؟ اسمش فال و تاروت و کف بینی و این چیزا نیست. من فقط تو چشم مردم رو نگاه میکنم و ذهنشون رو میخونم. ای ناصری، چطوری ناصری؟ او مقاله می‌نویسی تو روزنامه مثل آدم اسمتو بزن پایینش. چی؟ به آقای ناصری، خوب هستید شما؟ ببخشید من مزاحم شدم. من با شما یه کار مهمی داشتم ولی انگار کار شما مهمتر از مال من بوده. نه؟ این اینجا چی کار میکنه؟ ایشون با من کار دارن، حرفتو بزن. نه من میرم. میام دیگه. بفرمایید. ناصری این دختره تو محله خیلی بدنامه. اینجا چی کار میکنه؟ شنیدم ولی قلب صافی داره. من دارم از بدنامی حرف میزنم، تو میگی قلب صافی. کارتو نگفتی همیشه. میگم کارتو نگفتی. ببین من یه چیزایی درباره تو شنیدم میخوای یه کارایی انجام بدی. من همیشه دارم یه کارایی انجام میدم. منظورم شلیمانه. ببین من به تو اعتقاد دارم، به تو اعتماد دارم. یعنی نه تنها من، همه بچه‌ها اینجوریه. اگه میبینی باید ما هم هستیم. چی؟ ببین یه چیزو باید بهت بگم. یه تنه حریفش نیستی. 100 تا محافظ داره. 1000 جور ازش محافظت میکنه. دوربریاشو دیدی؟ همه مسلح. کی این مهملاتو بافته انوشا؟ مهملات؟ اینکه تو میخوای شلیمانو بکشی مهملاته؟ آره این لحظیات بی مشتری من کسی رو بکشم؟ ولی تو دسته خودمون همه میدونن. آخه این چه تروریه که آدم از قلب خودشو لو ولی من مسیر قانون رو عوض نمی‌کنم. جایی که مرده ها رو دفن می‌کنن جای من نیست. جای امثال من است. خب برین دنبال یه مراد دیگه بگردید. ببین الانم میخوام تنها باشم. باشه میبینم به زودی تو محله. معذرت بخوام. ببخشید ولی من شنیدم. به خدا نگرانتم. تو به این پسره اعتماد داری؟ چیه؟ میخوای بعدشو بگی چون بعدتو گفته؟ تو محله معروف به مسکرتوتی. چون هر چی بگی تکرار میکنه. مسکرتوتی. اون به فکر خیانت کنه. میخواد منو بفروشه. از کجا اینو میگی؟ گفتیم مردم درباره من چی میگن؟
هی تو. کی من؟ آره تو. با این جوانک که تو این نجاری کار میکنه رو میشناسیش؟ نجاری؟ نه. اسمش ناصریه. روزنامه چیه؟ قاتلم هست. خب میشناسیش؟ با تو میپنو. ببین اگه بشناسی جاشو بهم بگی 10 تومن 20 تومن اصلا 30 تومن بهت میدم. خوبه؟ میدونی کجاست؟ میدونی کجاست؟ میدونی کجاست؟ آره. از همون اول که پای شهربانی اومد وسط معلوم بود که قراره محکوم بشه. آقای یوسف شاغل پشت ماجرا بود. همه جا اعلام شد. ما هممون خواهن بودیم. هممون خیانت کردیم. چون ترسیده بودیم. ولی من مطمئنم ناصری ما رو میبخشه. من اینو همه جا گفتم. تو تحقیقات کمیسری هم گفتم. به خدا قسم قتل شلیمان کار ناصری نبود. اگه دوباره ببینمش به پاش میفتم و با اشکام تمام تنشو میشونم. ولی خودم رو نمیبخشم.
بچه یه چیز دیگه است. داغ اولاد تا مغز استخونتون رو میسوزونه. میدونم شدم آینه دق با این مزه ها، ولی تنها شدم یه بار دیگه. آلاخون بالاخونه یه محله نو. نگاه های سالم کن. نمیدونم چه سری تنم سنگی شده. اصلا دستام مال خودم نیست. من این بچه رو به دهنم کشیدم که این روزگار غریب کش. تیره پشتم تا این تربوبه زغزغه تا از اگه شانس بیارم حسش کنم. شماتتم نکنیم. بچه دیدم تاب میخوره بین زمین و هوا. آویزون از تن. آقای مسابقات اومده بود دیدنم. میگفت رنگ تو تنها نشدی منم شدم. گفتم زنده باشی. تو مردی. مادرم نیستی. ولی من چی میگم؟ من مادر. پشتم به هیچ مردی گرم نیست. با افترا و بهتون چونه اشل مردم گرمه. خدا خودش حکم کنه. یکی از دوستش اسمش یحیاست، همونی که دستشو تو روزنامه بند کرد. میگفت نه جنازش نیست، این یعنی که زنده است. 100 سال تنهایی به گردن میکشم، فقط بهم بگین زنده است. زنده است.